سلام دوستان، ما یه آمپلیفایر 4 کاناله داریم. چراغ پاور رو ببینید. یه لحظه سبزه و بعد میاد بره زیر بار پروتکت میکنه. بریم بازش کنیم ببینیم مشکلش چیه. دوستان این جفت ترانزیستور سوخته، اتصال کوتاه نشون میده. بریم تعویضش کنیم مشکل ببینیم حل میشه یا نه. دوستان با تعویض جفت ترانزیستور مشکل ما حل شد. اینم چراغ پاور. ممنون، لطفاً صاحب کنید. خب دوستان دستگاه مشکلش حل شد. اینم چراغ پاورش. خواهشاً صاحب کنید، لایک کنید تا ویدیو بیشتری براتون بذاریم. ممنون.